سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و علاقمند فوتبال از ورزشگاه شهید سلیمانی شهر سیرجان با گزارش دیدار دو تیم گلگهر سیرجان و استقلال تهران از رقابت‌های هفته 14 لیگ برتر فوتبال کشورمون در خدمت شما عزیزان هستیم. توپ رو پرتاب کنه کوتاه برای کوین یامگا، باز هم هردانی توپ رو ارسال میکنه به روی دروازه و اونجا توپ به کورنر رفته. حیدری صحبت میکنه با بازیکن دو تیم. توپ ارسال میشه به محوطه جریمه، فرصت برای گلگهر و توی دروازه گل برای گلگهر سیرجان توسط مسیح زاهدی و اولین گل مسابقه رو گلگهر سیرجان میزنه و نتیجه رو 1-0 میکنه به سود گلگهر در ورزشگاه اختصاصی گلگهر سیرجان. شادی به اردوی گلگهر میاد. استقلال تهران رو باز کنه. تصویر آهسته ببینید ارسالی که انجام شد، سریع گل خورده رو جبران کنن، توپ رو ارسال میکنن به محوطه جریمه، از دروازه بیرون میاد اخباری و در دو مرحله توپ رو در اختیار میگیره محمد رضا اخباری. این دروازه‌بان تکو تنها هست، کوشکی همچنان صاحب توپ هست، پا به توپ حرکت میکنه، کوشکی واگذار میکنه به سرخیزان و ضربه سرخیزان از کنار دروازه استقلال خطرناک به بیرون رفت. محوطه جریمه یه دور میزنه، آرمان رمضانی فرصت داره، میاره به سمت راست برای کوین یامگا و ارسالی که انجام میشه و حالا نقطه پنالتی رو نشون میده آقای پیام حیدری. تو به دست رزاقپور برخورد کرد و باز هم پنالتی. خودش پنالتی رو اعلام کرد. یه لحظه صحنه آهسته رو دیدید، کار نکرد. از نمای دیگر ببینید اینجا تو به دست رزاقپور برخورد کرد. حالا پنالتی بودن یا نبودنش رو آمگاه حرکت میکنه، پشت توپ میزنه و توی دروازه گل مساوی رو کوین یامگا میزنه برای استقلال تهران و نتیجه رو 1-1 مساوی میکنه. در دقیقه 45 مسابقه بهش میده. اونجا آقای حیدر افسری هم مدیر تیم گلگهر هست. صحنه آهسته به ثمر رسیدن گل استقلال تهران رو از روی نقطه پنالتی میبینید و خوشحالی خطرناک از گلگهر روی این ارسال ها. گل گلگهر هم به همین شکل زده شد، فرصت برای گلگهر سیرجان و توپی که وارد دروازه نمیشه و از کنار دروازه به بیرون میره. ضربه سر احمد رضا زنده رو کاپیتان گلگهر. زاهدی، علیزاده یه لحظه اشتباه کرد، علیزاده فرصت داره استقلال و اونجا دروازه گلگهر سیرجان رو نجات میده محمد رضا اخباری. حالا توپ ارسال میشه به محوطه جریمه، ضربه سر و توپی که از بالای دروازه این چهره پیمان بابایی با اختلاف زیادی به بیرون زد. توپ رو دور میکنه، در برگشت باز هم بازیکن استقلال حامدی فرد با پای راست میزنه به سمت دروازه و اونجا از دروازه دورخیز میکنه، پرتاب بلند درون محوطه جریمه، فرصت برای گلگهر درون محوطه جریمه، فرصت هست و دروازه استقلال رو این بار حسینی نجات میده. هم ببینید اینجا یه برخورد هم اونجا داره علیزاده و یه درگیری ایجاد میشه لب خط. فکر کنم بین علیزاده و مهدی پور بود.
اونجا درگیر درمان سید حسین حسینی بود آقای حیدری که یه درگیری ایجاد شد. حالا آقای طارق صحبت میکنه با حیدری، یه کارت زرد رو پیمان بابایی صاحب توپ پشت محوطه جریمه میبره به سمت راست. کوین یامگا توپ رو ارسال میکنه، فرصت برای استقلال و ضربه ای که از کنار دروازه گلگهر با اختلاف زیادی به بیرون میره. چهره بابایی رو میبینید که توپ رو زد به سمت دروازه گلگهر. ضربه کرنر رو بزنه، توپ ارسال میکنه به محوطه جریمه و توپی که خطرناک به بیرون میره. اخباری بازی رو به جریان میاندازه و در همین لحظه هم آقای پیام حیدری سوت پایان بازی رو با نتیجه 1-1 مساوی به صدر و دو تیم در دهمین تقابل خودشون با نتیجه مساوی 1-1 به کار خودشون خاتمه میدن. مسیح زاهدی